سلام بچه ها، چطورین؟ اسمم مجتبی و اینجا کانال کدنویسه. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که یوتیوب به ازای هر 1000 تا بازدیدی که ویدیوهای چنل کدنویس میگیره چقدر به ما پول میده. خیلی سریع و خلاصه میگم، اضافات و غیره نمیذارم. نمیخوام 8 دقیقه ویدیو راجع به یک سال براتون ضبط بکنم. به ازای ویدیوهای لانگ، به ازای هر 1000 تا بازدید به ما چقدر میده؟ 5 دلار و 24 سنت. انتظار خودم خیلی بیشتر بود، 8 دلار یا 10 دلار، چون چنل به قول معروف موضوعش تخصصی. هرچی موضوع تخصصی تر باشه، اقتصادی تر باشه، به تبع درآمدش بالاتره. ولی از اونجایی که فکر کنم الان فیلتر شکنان خیلی اوضاع خوبی ندارن، یه مقدار آی پی ها رو بی‌ارزش‌تر حساب میکنه، درآمد اون پایینه. در کل بستگی به موضوع چنلتون داره و کشور بازدید کننده از چنل شما. این خیلی تاثیر داره رو مقدار درآمدی که میتونید از یوتیوب داشته باشید. اگه چه میدونم شاید موضوع فان و گیمینگ و غیره 2-3 دلار بده، یا نمیدونم دیگه، برای موضوعات مختلف فرق داره قیمتش. برای ما که آموزش برنامه‌نویسی میذاریم فعلا 5 دلار 24 سنت از ویدیو لانگ میگیریم. از ویدیو شورت هم به ما به ازای هر 1000 تا بازدید 4 سنت میده که عملا هیچه، یعنی ارزش نداره. ولی خب بازدید خوبی رو از شورت میشه گرفت. یعنی من چنل‌های دیگه‌ای که دارم بازدیدهای میلیونی دارم، اینجا این 4 سنت یه خورده خودشو نشون میده، ولی در کل درآمدزایی از شورت رو اصلا پیشنهاد نمیشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد چنل لایک کن، چنل که نه این ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم سابسکرایب کن. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.